ای دوست بیا باز به نوروز رسیدیم، قصه بپرداز باز به نوروز رسیدیم. السلام علیکم دوستان عزیز، باوری دارم که هر یک شما خوب هستید. امروز در برنامه با شما هستم. دانشجوی کورس چهارم فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اصفهان، فاکولته تکنولوژی صنعتی و ذهن صنعی همراه کلاه فرحشاد میباشم. امروز در برنامه ما حضور دارند یکی از دانشجو دختران فعال این دانشگاه میباشند. میشود که خودتان را معرفی میکردید؟ تشکر زیاد. من حمیدفه آمینه، دانشجوی کورس سوم فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اصفهان میباشم. من یکی از خوانندگان فعال دانشگاه به حساب رفته در سال گذشته در چند آزمون‌ها اشتراک ورزیده صاحب جایهای نمایان گشتم. یکی از با نفوذترین آنها این آزمون علم فلاحی معرفت میباشد که از نمینت جغرافیا در این آزمون اشتراک نموده در مقیاس جمهوری سزاوار جای افتخاری گشتم که این یکی از دستاوردهای بزرگترین بهره من میباشد. برای ما میگفتید که کدام طعام‌های ملی نوروزی به شما بیشتر پسند است و سببی به شما پسند بودن آن کمی شرح میدادید؟ برای من بیشتر طعام ملی نوروزی خود رمز نوروز است. این سومنک میباشد، زیرا با بهانه پختن سومنک اهل یار و دوستان جمع میشوند و آن را با یک نازکی میپزند که یک شبانه یک روز آن را میکوبند با در نزد یک آنها هم آرزوهای خود را بیان نمایند و با مهر و محبتی خود را نسبت دیگر باز زیاد و افزون می‌گردند. تشکر زیاد. میگفتید که در خانواده شما کدام آیین‌های نوروزی بیشتر رعایت کرده می‌شود؟ در عائله و در خود محیط همان محله ما باشد، وقتی که آمدی بهار می‌شود همه همسایه‌ها به جوش خودش می‌آیند. بیایید و دیدار خویش یک سومنک نماییم تا از با هم نزدیک شویم و با هم همدل و همراز باشیم. تشکر زیاد. در این روزهای پرفیض برای شما پیش از همه صحت و سلامتی و در جاده علمیتان باشد. کامیابی بی‌نظیر را تمنا داریم. نوروزتان مبارک باشد. تماشاگران محترم، حالا باشد همصحبت من باز یکی از دانشجوی فعال فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اصفهان حضور دارم. میشد که برای تماشاگران خود را معرفی میکردید؟ من عبداللطیف عبدالرشید، دانشجوی کورس یکم فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اصفهان میباشم. میگفتید که در دانشگاه بخشیده به عید نوروز چهاره‌بینی‌ها چگونه برگزار میگردد؟ نوروز یکی از جشن‌های قدیمی‌ترین و دوست‌داشته‌ترین مردم تاجیک میباشد. هر سال در دانشگاه نیز این جشن زیبا با شکوه و شهامت خاصه تحویل کرده می‌شود. ما نیز همه ساله دانشجویان فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اصفهان عید نوروز را با شکوه جشن می‌گیریم. در دایره چهاره‌بینی‌های نوروزی در دانشگاه آزمون‌ها و مسابقه‌های گوناگون تشکیل کرده می‌شود. مثلا آزمون بهترین دسترخوان نوروزی، بهترین سرود یا رقص ملی برگزار می‌گردد. این چهاره‌بینی‌ها به دانشجویان روحی ادامه بخشیده آنها را با دوستی و همدیگر فهمی وادار می‌کند. خود شما در چهاره‌بینی‌های فرهنگی و ورزشی بخشیده به عید نوروز اشتراک می‌کنید؟ من نیز هنر سررندگی داشته همچون اشتراکچی دسته صنعتکاران فیلیال دانشگاه سهم خود را برای چهاره‌بینی‌های ادامه می‌گذارم و با سرودهای خود طبع استادان و دانشجویان را بالید خواهم کرد. تشکر زیاد. برای کارهایتان به شما موفقیت‌ها خواهانیم. نوروزتان مبارک باشد. واقعا نوروز عید ملی و اجدادی می باشد. در سراسر کشور این عید نوروز جشن گرفته می شود و اینچنین در دانشگاه ما باشد تجلیل عید نوروز در سطح بلند برگزار می گردد. چهاره‌بینی‌ها از جمله چهاره‌بینی‌های فرهنگی، فراغتی و ورزشی جشن گرفته می شود. در این چهاره‌بینی همه دانشجو دختران، دانشجو پسران این دانشگاه و خصوصا کارمندان و آموزگاران اشتراک فعالانه می کنند. اینچنین چهاره‌بینی‌ها در سطح بلند برگزار می‌گردد. دانشجویان در آن فعالانه اشتراک می‌کنند. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان پیروز باد. با ما باشید.